آقا محمد خاکسار 2 سال باز جشن نوروز را دور از وطنش افغانستان می‌گذراند. زمانی که گروه تندرو طالبان حکومت را در کابل به دست گرفت، به ازبکستان همسایه کوچید. ما در اونجا در بخش تجارت، وزارت تجارت در کار میکردم. اونو هر کس که در حکومت قبلی کار کرده باشه آزار اذیت میکنه. حالا او در ازبکستان هماهنگساز یک شرکت تجارتی است. میگوید که صاحب کار خوب است ولی آرامش ندارد. خود ما در اینجا هستیم، دل ما در افغانستان است. اید نداریم هم بگم میشه. هر روز ما یک جگرخونی دور از وطن، دور از فامیل، نصف فامیل ما در اینجا، نصف فامیل ما در اونجا، یک مشکلات بسیار زیاد داریم. وی و ده ها پناهنده افغانستانی با وجود نگرانی از وضع کشور خود جشن نوروز را در شهر ترمیز تجلیل کردند. تعداد عمومی پناهنده های افغانستانی در ازبکستان دقیق نیست. اکثر پناهجویانی که در شهر ترمیز دیدیم جوان هستند و آنها در افغان کالج می خوانند. تیمورشاه تخاری 22 ساله یکی از آنهاست. روحیه و چیز ما بسیار ضعیف شده. بین 2 بهار شد که ما در اینجا زندگی میکنیم. هر وقت هر روزی که سپری شدن میگیره برای ما سخت‌تر شده رفتن میگیره. چون در اوایل در افغانستان که بودیم در اونجا بسیار مسرت بخش بود برای ما. دوستا و فامیلا و خویش و اقربا همراه ما یک جای بود، زندگی میکردیم، دید میداشتیم همراهشان. فعلا برای ما بسیار سخت است. شهر ترمیز ازبکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان جایگیر است. جایی که پس از رسیدن طالبان به قدرت بسیاری ها در آنجا پناهنده شدند. در پی آن چند موشک طالبان هم به آنجا رسید. مقامات ازبکستان تابستان سال 2022 تصدیق کردند که موشک‌ها از خاک افغانستان به 4 خانه در محله مجنونتال ترمیز آسیب رساند. آقا محمد خاکسار میگوید چون این رنگ گرفتن کار آنها را نگران کرده است، ولی در حال حاضر جای دیگری برای رفتن ندارند.